اکنون میرویم با نبرد رضایف شادمان، پهلوان ما، پهلوان هشتاله که میون مردم شهرت دارد، او را میشناسند. پهلوانی که مخصوصا هنرش در گشتین های ملی تاجیکی گشتینگیری خیلی درخشیده است. 21 سال دارد دوالاشویلی. زور پهلوانی گرجی، نتیجه های بلند جهانی ندارد این پهلوانی گرجی، ولی 21 سال دارد. با شادمان رضایف گشتین میگیرد. شادمان رضایف باشد از گرانپری هم نشانه ندارد. خب نبرد در دور اول مردم پهلوان ما با جداگی کبود گشتین میگیرد و گرجی باشد او را غیلان از یک کنج به کنج دیگری میدان میبرد. خب دوالاشویلی با شادمان رضایف نبرد را شروع کردند. شادمان باید شادی بیارد برای مردم ما. اکنون چگونه شادی میارد شادمان؟ این رضایف است که باید مبارزه برد. خب رو برای یکدیگر استادند. ببینید شادمان حالا رقیب را میخواهد از مرکز میدان بیرون برد. دوالاشویلی گرجی باشد. اینجا قابل شادمان هم مستقیم. اوه ما یک پهلو افتیدیم. مسعود پهلوان گرجی بود. دوالاشویلی یک وزری رو کار کرد. حالا اکنون سامان را در زمین برای وقت کشال دادن هم باز چون پیش داره اعلام میدهد. مربیش از سمت دیگر برای مصلحت میدهد. از موکی از مربی. بله از کناره که شادمان رو این داور ژاپنی است. داوری که راهبری دسته منتخب جمهوری تاجیکستان را در گرانپری راهبردی میکند. شادمان اکنون هرچی باید کرد، باید شادمان مبارزه خود را قوی تر کند. اگر شادمان حرکت نکند پس وقت را از دست داده ایستاده است. اینجا دوالاشویلی را مربی و پهلوان ما را هیئت منتخب فکرم صدایی که در آنجا با زبان تاجیکی صدا باز دیگران هم برای رضایف مصلحت میدهند. خب رضایف باید اکنون هرچی کرد این اول دیگر نایستد که دوالاشویلی باشد. برای سمت دیگر بردن رقیب حرکت دارد. وقت هنوز هست برای شادمان، امکانیت هست تا حساب را تغییر دهد. امکانیت هست برای شادمان تغییر دادن حساب. باز هم میگویم چون که رو با باخت داریم، اگر ما نیستیم پس رقیب باز ما رو پهلو میافتاند. حدود 1 دقیقه دیگر برای شادمان رضایف وقت باقی مانده است تا اینکه در مقابل پهلوان گرجی دوالاشویلی مبارزه برد، حساب را تغییر دهد، وگرنه با یک وزر رو به باخت است. حالا اکنون شادمان به سمت رقیب هجوم میکند و گشته و برگشته دوالاشویلی باشد سر کتف عملی که برای یک وزر آورده است تکرار میکند. وقت را کشال دادن می شود این پهلوان گرجی در زمین به خاطر که یک وزری را کامیاب گرداند. اما شادمان رضایف باشد
باید از جای برخیزد و هرچی زودتر و سرعت بلندتر بر مقابل رقیب مبارزه برد، چون که اگر با چون این کم فعال باشیم پس امکانیت رو از دست خواهیم داد. همگی نیم دقیقه یا به قول دیگر 30 ثانیه دیگر در اختیار داره این جفت. خب شادمان رو برای چی نزد طبیب روان میکنه؟ داور تقاضا میکند شادمان میگوید که خوب است. خب بسیار خوب باشد و مبارزه برد. اکنون حرکت های نوبتی شادمان رضایف حالا برای دوالاشویلی هم او برای شادمان شدای دویم را نشان دادند. باز داور این نوبت قاطعانه از شادمان رضایف خواهش کرد تا میدان را ترک کند و برای جاری شدن خون از لب یا از دهان باز پس گردد. این پهلوان گرجی را زور من میخواستم برای شما بیشتر معلومات دهم. از این پیش در گرند اسلم در ونگریا اشتراک کرده بود. ماه ایول سال 2022 در زاگرب گراند پری 2021 اشتراک کرده است. نتیجه های بلند ندارد. فقط در جام اروپا 2018 که میانی نورسان گشتین میگیره فقط در مقام هفتم بود، ولی هیچ یک نتیجه بلند را این پهلوان جوان گرجی نمیانی جوانان و نمیانی کلانساران دارد. شادمان رضایف اکنون برمیگردد و ثانیه های آخر و امیدهای آخر را پشت سر کردنی است، اما دوالاشویلی باشد شادمان را مخته است. شادمان هجوم میکند و او سر کتف میکند. بگذار اکنون شادمان تا جای سراسیمه میشد و سراسیمه وار بر مقابل رقیب میدود. 4 ثانیه دیگر باقی مانده است که اینجا 4 ثانیه را ببینید با پرگی این پهلوان گرجی زمین میگذراند و این باخت شادمان و برد پهلوان گرجی خواهد شد. 1 ثانیه دیگر نقش بازی در نمیتواند شدا، هرچند که برای دوالاشویلی نشان دادن ولی این شدایی که هیچ. افسوس دوستان عزیز، افسوس که شادمان رضایف در دور اول راهش کوتاه بود و از ادامه نبرد محروم شود و اگر سامان گوشتین گیرد بله این وضع میکنیم تطمی را سامان رو میبینیم چی گونه گوشتین میگیرد.